3 روزه دارم میگم میخوام ثابت تعادل درس بدم. بالاخره بریم که امروز بگمش. یه سری توضیحات خیلی پراکنده داده بودم، باز الان مرتب شده و یه جا میگم اگر میخوای جزوش کنید بتونید مثلا همه مطالب رو یه جا جمع بکنید. گفتم بهتون که بچه ها چیزی که تجربه در آزمایشگاه به ما نشون میده اینه که هیچ وقت یک واکنش به طور کامل انجام نمیشه و در واقع کم و زیاد داره دیگه. حتی مثلا واکنش هایی که به ظاهر کامل انجام میشن، مثل حل شدن نمک توی آب، مثل سوختن، اینا ظاهرشون واکنش هایی که کامل انجام میشن دیگه. تا مثلا ماده سوختنی هست شما هیچ وقت نمیبینید آتیش متوقف بشه، این واکنش همجوری ادامه داره تا دیگه ماده سوختنی وجود نداشته باشه. ولی در واقعیت این شکلی نیست. تمام واکنش ها به یه مقداری انجام میشن و چیزی که به ما نشون میده که دقیقاً چقدر این واکنش انجام میشه ثابت تعادله، تا کجا این واکنش انجام میشه، یا به عبارت دیگه چقدر واکنش دهنده به فراورده تبدیل میشه. حالا یه سامانه تعادلی، منظورم همین واکنش تعادلی یا هر چیزی که میخواید اسمش رو بذارید، در دمای ثابت یه سری پارامترها داره. خب این دمای ثابت رو در نظر داشته باشید که راجع به این هم میخوایم صحبت بکنیم. اونم اینه که بچه ها توی دمای ثابت غلظت گونه های موجود توی محلول ثابت میمونه. چرا؟ چون گفتیم توی لحظه تعادل سرعت تولید و سرعت مصرف با هم برابر، این سرعت رفت با سرعت برگشت با هم برابر. برای همین غلظت گونه های ما توی تعادل ثابت میمونه. حالا این که چه مقداری یه چیزی میره یا چه مقداری یک واکنش انجام میشه رو با ثابت تعادل یا کا نشون میدن. کا تعریفش چیه؟ میشه غلظت فراورده ها. وقتی یه اسمه ماده رو توی کروشه میذارید یعنی غلظت دیگه، به توان ضریب استویکیومتریشون، برای دی هم بنویسم چه دی کجوگوله‌ای، به روی واکنش دهنده، بینشون هم ضربه بچه ها. وقتی هیچی نمیذاریم یعنی ضرب. به روی A به توان ضریبش، B به توان ضریبش. و دو تا نکته، یکی این که بچه ها هر دمایی ثابت تعادل خاص خودش رو داره. برای همین تاکید کردم توی دمای ثابت، یعنی اگر دما عوض بشه ثابت تعادل عوض میشه و به طبع این غلظت هایی که اینجان توی این معادلن عوض میشه. حالا غلظت ها کدوم غلظتان؟ گفتیم آقا یه واکنش توی لحظه های مختلف سرعت های مختلفی داره. غلظت لحظه تعادل بچه ها، نه غلظتی که شما تازه واکنش رو شروع کردید، نه وسطش، نه چه میدونم یه ذره مونده به وسطش، فقط و فقط لحظه تعادل. توی لحظه تعادل این نسبت از غلظت ها همیشه یه عدد ثابت به ما میده توی دمای مشخص. و دو تا نکته توی عبارت ثابت تعادل، دو تا چیز رو نمی نویسید اگر توی واکنش حتی وجود هم داشت. یک، مایع خالص و دو، جامد. چرا اینا رو نمی نویسیم؟ چون اینا غلظت ندارن بچه. غلظت یک مایع خالص میخواید چی بگید؟ مثلا آب مگه غلظت داره؟ غلظت زمانی تعریف میشه که یه چیزی تو یه چیز دیگه حل شده باشه. برای جامد هم همین شکلیه دیگه. وقتی توی واکنشتون میبینید رسوب تشکیل شده، رسوب رو توی ثابت تعادل نمی‌نویسید چون اصلا غلظتی نداره که بخواید بنویسید.
غلظت هم که بر حسب مولاره. نکات این فرمول رو بهتون گفتم، بذارید این نکته دمای ثابت رو هم بنویسیم. نگیم دمای ثابت، بگیم دمای مشخص. خب چون هر دمایی یه ثابت تعادل داره برای یه واکنش. مثلا دارم میگم حل شدن نمک تو آب، شما اینو به صورت تجربی هم دیدید. اگر دما رو ببرید بالا، مقدار حل شونده ها، یعنی مقداری که شما میتونید توی آب نمک حل کنید، هی بیشتر میشه. پس یعنی مقدار فراورده هاتون بیشتر از مقدار واکنش دهنده هاتون میشه. برای همین ثابت تعادل یک عدد متفاوتی خواهد بود از دمای قبلی که اینو به صورت تجربه دیدید دیگه، خیلی روش فوکوس نمی کنم. بریم یه سوال خیلی کوچولو از همین فرمول نویسی حل بکنیم و بعدش بریم سراغ سوال هایی که حالا با مبحث قبلی قرار شد حل بکنیم. خب وقتی سوال ازتون خواسته که ثابت تعادل این واکنش ها رو بنویسید. اولین واکنش نگاه میکنید بچه، اول طبق اون دوتا نکته‌ای که براتون نوشتم، اول به حالت مواد نگاه میکنید و دوم نگاه میکنید ببینید واکنش موازنه شده هست یا نه. چرا؟ چون به حالت مواد نگاه میکنید به خاطر اینکه ببینید جامد و یا مایع خالص نباشن. دو، به موازنه واکنش نگاه میکنید چون توی ثابت تعادل باید غلظت ها رو به توان ضریب استوکیومتریشون برسونید. برای گزینه اول حالت ها رو چک میکنیم، این ماده جامده، اینم جامده، پس توی ثابت تعادل اصلا نمی نویسیمش. ثابت تعادل این واکنش چه شکلی خواهد بود؟ کا مساوی است با، دیگه کسر هم نمیخواد که کلا یه دونه واکنش دهنده مونده و چون واکنش دهنده‌مون فراورده است میره توی صورت، پس مخرج یکه که دیگه نمی نویسم مخرجو. واکنش موازنه شده است، بله، پس این به توان یکه که دیگه توان یکش رو هم نمیذارم. این شد ثابت تعادل برای این واکنش. واکنش دوم رو نگاه میکنیم. اول حالت مواد رو جامد و یا مایع خالص داریم، بله، آب مایع خالصه، پس کلن از معادله ثابت تعادلمون میره کنار. یه نگاه بکنید واکنش موازنه شده است، میگم که آره واکنش موازنه شده است. اگر مطمئن نیستید میتونید واکنش رو موازنه بکنید. پس ثابت تعادل این واکنش رو اینجا می نویسم چون یه ذره زیاد شد، یه کسر میذاریم. فراورده ها رو توی صورت می نویسیم، یعنی این دوست عزیزمون من میذارمش 1 و 2 میشه ماده 1. چون خیلی طولانی بچه حال ندارم بنویسم، چون ضریب استوکیومتریش هم 1 دیگه توان 1 رو نمیذارم و ماده 2 دوباره به توان 1 نمیذارم. آب خالص حذف شد، موند این یکی دوستمون، اینم غلظتش میره توی مخرج دوباره به توان 1. مورد بعدی، اول به حالت مواد توجه میکنیم. مایع خالص یا جامد داریم، بله، اینو و این حذف میشن چون رسوباً حالتشون جامده و اصلا توی عبارت ثابت تعادل نوشته نمیشن. یه نگاه میکنیم واکنش موازنه شده است. بچه‌ها دقت کنید من اینجا خودم موازنه کرده بودم ولی خیلی اوقات موازنه شده نیست. چرا آبو حذف نکردم یا چشم خوردهش؟ واکنش قبلی من آبو حذف کردم. چرا بچه؟ اینجا چون آب مایع خالص بود، اینجا آب گازه. خب پس به مادهش نیست که مثلا بگید همیشه آبو ما قطعا همیشه باید حذف بکنیم. آهن خالی دیدیم همیشه باید حذف بکنیم، چون تو ذهنتون میاد که آهن یک فلز که حالت جامد داره، ولی نگاه کنید توی واکنش چی نوشته. الان اینجا آب رو به من گاز داده، پس من حذفش نمی کنم، توی عبارت ثابت تعادل میارمش خیلی تمیز و شیک و مرتب. آب به توان ضریب استوکیومتریش، چون 4 پشتشه یه 4 رو میذارم توانش. این طرفم که گاز هیدروژن مون، هیدروژن باز به توان.
خب بریم سراغ سوال بعدی که بنویسمش بعد صفحه رو عوض کنم. گفته که در تعادل گازی 2A میدهد 3B در یک سامانه بسته 2 لیتری مقدار آب به ترتیب 4 و 1.2 مول. ثابت تعادل واکنش چقدره؟ خب چون گفته بچه تعادل گازیه، پس یعنی ماده‌ای توی واکنش وجود نداره که ما بخوایم حذفش بکنیم. میتونیم هر دو تا ماده رو توی ثابت تعادلمون بذاریم. خب شروع کنیم. فرمولش رو نوشتن. گفتیم فراورده ها بالا به توان ضریب استوکیومتریشون، واکنش دهنده ها پایین به توان ضریب استوکیومتریشون. خب فقط به کرات دیدم که در اثر دستپاچگی، در اثر بی‌دقتی، عجله دارید سوالو تموم بکنید، یادتون میره بچه ها که چیزی که توی این فرمول باید گذاشته بشه غلظته نه مول. یعنی به کرات دیدم. حالا این سوال کلن سر تا تهش یه خطه، ولی سوال که یه ذره پیچیده میشه، یه ذره دیتاهای ورودیتون زیاد میشه، میگید خب A4 موله به 1.2 مول تندی میذارید توی این فرمول و میخواید تمومش کنید. عددی که به دست میارید زمین تا آسمون با عددی که به عنوان غلظت میذارید متفاوت میشه. خب پس اول حواستون باشه که غلظت ها رو توی فرمول بذارید. یعنی الان برای B گفته که B 1.2 مول B داریم که من اینو به غلظتش تبدیل میکنم، تقسیم بر حجم میکنم که 2 لیتره به توان 3. برای آ هم همین کار رو میکنم. میگیم که آقا 14 تقسیم بر 2 دوباره به توان 2. 1.2 تقسیم بر 2 میشه 16 دیگه، درسته؟ 14 هم تقسیم بر 2 میشه 2. یه کار دیگه هم که بچه حالا یکم وسطش محاسبات هم یادتون بدم من انجام میدم، خیلی توی سرعت کمک میکنه. عدد تواندار رو تا مرحله آخر به توان نرسونید. منظورم چیه؟ مثلا من الان 16 که اینجا به دست آوردیم به توان 3 رو این شکلی 3 تا 16 می نویسم. چرا؟ مگه مریضم؟ حالا یه دقیقه وایسید. 2 به توان 2 رو هم 2 تا 2 می نویسم. چرا همچین کاری کردم؟ چون تو این مرحله شما میبینید که میتونید به راحتی صورت و مخرج رو با هم ساده بکنید. 16 3 برابر 2 دیگه، دوباره یه 2 هم با صورت میتونید ساده کنید. این میشه 9 تا 16 یا 5 و 4. ثابت تعادل هم بچه نمیگم واحد نداره، چرا واحد داره ولی واحدهاش متنوعن. یه واحد ثابته با توانهای مختلف. مثلا دارم میگم شما نگاه کنید الان واحد هر کدوم از این غلظت ها مول بر لیتر بود دیگه. توی صورت مول بر لیتر به توان 3، توی مخرج مول بر لیتر به توان 2. پس اگر مول بر لیتر رو با هم ساده کنید یه دونه مول بر لیتر یعنی یه دونه مولار توی صورت میمونه. پس واحد ثابت تعادل برای این واکنش میشه مولار. گاهی اوقات میبینید این مول بر لیتره به توان 2 در میاد، گاهی اوقات هم میبینید که نه اصلا کامل با هم ساده میشن و ثابت تعادل هیچ واحدی نداره. خلاصه که یا مول یا لیتره یا مول بر لیتره ولی با توانای مختلف. اینم تو پرانتز گفتم بهتون بگم راجبه واحدش. و اینم از این سال. یه سوال دیگه حل بکنیم، بعدش یه ترکیب نکات میخوام بهتون بگم با یه چیزی که یکم قبل گفتیم، میخوام ترکیبش بکنم با ثابت تعادل. میگه که در تعادل 2 تا SO2 به اضافه O2 میده 2 تا SO3 اگر تعداد مول های SO2 O2 SO3 به ترتیب 2 و 4 باشه حجم ظرف چقدره؟ این یکی سوال بچه ثابت تعادل رو داده، غلظت مولارم داده و حجم ظرف رو ازمون میخواد. خب بریم که دوباره فرمول رو بنویسیم. فرمول ثابت تعادل بود
فراورده ها به روی واکنش دهنده. چیزی رو نیاز است تو واکنش حذف بکنیم؟ نه، واکنش گازیه. تمام فراورده ها و واکنش دهنده ها به صورت گازن، پس نیازی نیست چیزی رو حذف بکنیم. SO3 به توان ضریب استوکیومتریش، پایینم دوتا واکنش دهنده هامون O2 ضریبش 1، SO2 ضریبش 2. خب بریم که جایگذاری بکنیم هر کدوم از اینا رو. کار رو بهمون داده 400. SO3 رو بهمون مولش رو داده چند؟ به ترتیبی که سوال گفته بنویسم. SO2 رو گفته 2 یعنی 2 به روی یه چیزی من V میذارم به توان 2. O2 رو بهمون داده 200 دوباره به روی یه چیزی، این توان نداره خودش توانیه که SO3 هم داده 14 به روی یه چیزی به توان 2. خب من اینا رو مرتبش کنم. 400 برابر است با 14 به روی وی به توان 2، 200 به روی وی به توان 2 و 2 به روی وی. نه این توان 2 نداشت، راستی اکسیژنه. خب و چیکار کنیم که الان بتونیم سادهش بکنیم؟ باز من پیشنهادم همون راهکاریه که سوال قبل انجام دادیم. اول منتها اینجا توانا رو بدید به هر کسی ولی ضرب نکنید. منظورم چیه؟ جا کم آوردیم، بذاری یه ذره اینو ببریم بالا. منظورم اینه که 400 مساوی با 14 به توان 2. بعد بچه ها اینایی که تو مخرجه، خب طرف این وسط این بکنید میره تو صورت و یا برعکس میاد تو مخرج دیگه، یعنی این ویه میره تو مخرج، این ویا میان توی صورت. پس من دور در دور نزدیک در نزدیکم انجام میدم، بعد می نویسمشون. 2 تا وی پایین داریم، یکیش توانش 2، یکیش توانش 1. خب این 2 تا ضرب بشن توی هم دیگه میشن وی به توان 3، میان اینجا، میان توی صورت. بذار این خطی که کشیدم بذارشو پاک کنم، فکر نکنید کسر میخواستم بنویسم. بعد این یه دونه وی که توی صورت بوده میاد توی مخرج. اون 2 تا هم که یکیشون 2 بوده، یکیشون هم 2 به توان 2 بوده البته، و یکیشون هم 200 بوده. حالا میتونید ساده بکنید با هم دیگه. این 14 رو من همینجا پاک کنم که نخوام یه دونه کسر دیگه بنویسیم. 14 به توان 2 رو 2 تا 14 می نویسم. 14 ضرب در 14 در واقع. این 2 هم همین شکلی. خب حالا میتونید 2 رو با 14 ساده بکنید هر کدومشون رو، و یه 2 هر کدوم توی صورت میمونه دیگه. 14 2 برابر 2 وی ها رو هم میتونید با هم ساده بکنید، یه دونه وی 2 میمونه توی صورت. بعد دوباره این 200 رو با 2 میتونید ساده بکنید، با یکی از 2 که تو صورت نوشتید میشه 100. خب 100 بره تو صورت میشه 100. این هم من میارم بالا، به جای 2 به روی 100 می نویسم 200 راحت. بعد 200 رو با 400 ساده میکنیم
و در نهایت ویمون میشه مساویه. خب اینم از این سوال. بریم نکته‌ای که میخواستم راجع به ثابت تعادلا بگم این جایی که این نمودارا رو گفتم بهتون. حالا با توجه به چیزی که شما الان از ثابت تعادل میدونید که یه معیاریه برای اینکه نشون بده که آقا ما اصلا چقدر تو واکنش پیشرفت داشتیم، هر کدوم از این نمودارها رو میخوام براتون به یه دونه ثابت تعادل نسبت بدم، به یه عدد تقریبا نسبت بدم که ببینید هر ثابت تعادلی تقریبا نشون دهنده چقدر انجام واکنشه به لحاظ عددی منظورم. بچه اگر ثابت تعادلتون خیلی 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 کوچیک باشه، مثلا منظورم اگر ثابت تعادلتون از 10 به توان منفی 10 کوچیکتر باشه، خب یعنی خیلی 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 کوچیک، ما به این واکنش میگیم بچه اصلا تقریبا واکنش انجام نمیشه. خب کلن واکنشیه که انجام نشدنیه، چون یه ذره بذارید ذهنتون مرتبش کنید، جواب کسر ثابت تعادل کوچیکتر از 10 به توان منفی 10 شده، یعنی نسبت فراورده به واکنش دهنده از 10 به توان منفی 10 کوچیکتره، یعنی از هر 10 میلیارد تا واکنش دهنده یه دونش شده فراورده، خیلی مقدار کمیه، برای همین میگه مثلا واکنش انجام نمیشه. حالا یه ذره بیایم بالا. اگر مقدار ثابت تعادل کوچیک باشه، مثلا بین همین 10 به توان منفی 10 تا 1، خب میشه مقدار کوچیک ولی نه خیلی کوچیک دیگه، یعنی واکنش انجام میشه اما یه ذره انجام میشه. به این 4 تا نمودار نگاه بکنید ببینید به نظرتون کدومش همچین واکنشی رو نشون میده. این دیگه یه ذره انجام شده، یه ذره آ مصرف شده، یه ذره دی تولید شده. یه جوری علامت گذاری بکنم که پیداش بکنید، بذارید با 1 2 3 4 یا با ABCD نشونشون بدم این شکلی. اگر ثابت تعادل بزرگ بود، یعنی مثلا کا بین 1 بود تا 10 به توان 10، یعنی تقریبا باید بیشتر واکنش انجام شده باشه دیگه، یعنی نسبت فراورده ها به واکنش دهنده ها مثلا از مرتبه 10 به توان 10 میلیارد برابر فراورده ای که داد، نه 10 میلیارد برابر واکنش دهنده ای که مونده فراورده تولید شده، یعنی بخش خوبیش به فراورده تبدیل شده دیگه. همونطوری که اگر خوب این تیکر متوجه شده باشید حدس میزنید که خب این یکی نموداره دیگه که تقریبا بیشتر واکنش رو انجام دادیم و به لحظه تعادل رسیدیم. و یه حالت دیگه میمونه دیگه، اگر خیلی خیلی بزرگ باشه، حتی 2 حالت دیگه میمونه. اگر خیلی خیلی واکنش ثابت تعادل بزرگ باشه، یعنی مثلا کا از 10 به توان 10 بزرگتر باشه، توی این حالت میگیم که آقا تقریبا اصلا واکنش حدوداً میشه اصلا واکنش یک طرفه، بچه به لحاظ مطلق نه، تقریبا میشه واکنش یک طرفه، این تا مرز کامل شدن پیش میره، تقریبا چیزی از مواد اولیه واکنش یعنی واکنش دهنده هم باقی نمیمونه. مورد سی همطوری که حدس میزنید این یکی باید باشه دیگه. یه حالت دیگه هم مونده، اگه گفتید چه حالتی؟ از 10 به توان منفی 10 تا 1 رو گفتیم، 1 تا 10 به توان 10 رو گفتیم، 10 به توان 10 به بالا هم گفتیم. یه حالت میمونه اگر کا خود 1 باشه بچه ها، یعنی ثابت تعادلتون کا دقیقاً مساوی 1 باشه که این یکی دیگه قابل حدسه که کدوم نمودار میشه و میشه اون چیزی که بیشتر بچه ها تصور اینو دارن که وقتی میگیم واکنش تعادلی یعنی همچین اتفاق میفته، در حالی که درصد این واکنش ها توی دنیای واقعی خیلی کمه.
و واکنش خیلی زیادی نیستن که ثابت تعادلشون یک باشه. یعنی دقیقاً زمانی واکنش به تعادل برسه که غلظت فراورده و واکنش دهنده با هم برابر بشن. همون قدری که واکنش دهنده داریم همون قدم فراورده داشته باشیم. این از این بخش. بعدش بریم یه سوال یکم باحال‌تر از ثابت تعادل انجام بدیم، یه ذره کامل‌تر باشه از چیزایی که گفتیم تا الان، ببینید که چقدرش رو یاد گرفتیم.